التماس کردم یه بچه چکه التماس کردم یه بچه چکه بابا çiçekine çıkıyor inşallah. Çimi koymak ne? مثلا یکسم اون بچه چنین شوا و ما میگیریم همون سورای دادم مادر شما خرم میگیریم میکنم بگم نه دادر یکم بسم الله الرحمن الرحیم بگو نه از یادت میتونم نه خواهر دایجابشنه دودم دایجابشنه قرآن دایجامنه بعد بگم خواهرجان دادرجان نه یکم بسم الله الرحمن گویه بچرکنه میگم نشیشم دونا میزنم پس تکر نکن هیچ همسوی نایفهم همسوی نایفهم اما چجا چین بگم دادرجان ویم بشنوان نخور بگم دادرجان نه بسم الله الرحمن الرحیم الهام علیتم دیم اجیم قوالوها اجیم سیم بسم الله سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وإله غيرك میگم هم خیلی بگو بعد میگم که الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين میگم یکم تکرار میگم بسم الله الرحمن الرحیم میگم بعد دو درجه یا نتون قد خواهر جانم این پس آروم میگم آروم همچنین من خیلی میگم نه نگو یا پم باشه چی دا برون من زیقشم تم خونه میشینم آروم تا پیش زیاد میشینم خیلی میشینم دارم میگم خیلی بشینم میگمش یکم میگم بسم الله الرحمن الرحیم بعد سوره اسود چکی و چه میگیره ثواب مرا ثواب میشه مرا دوزخ نمیبره